خیلی جالبه. پول مردم رو میفرستن سوریه، پول مردم رو میفرستن لبنان، اما برای مهار آتش سوزی پول ندارن. پول دارن، میگن ما بودجه نداریم که الان آتش سوزی ها رو نمیتونید مهار بکنید. مردم احمق نیستن. نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران به عمد جنگل ها رو به آتش کشیدن. آتش سوزی گسترده در لس آنجلس کالیفرنیا به دلیل وزش بادهای پرقدرت. سپاه دست داره در این آتش سوزی ها. دلیلش چیه؟ دلیل افزایش سرعت باد که همونجور که اشاره شد تا حدود 90 مایل افزایش پیدا کرده، یعنی میشه چیزی حدود 160 کیلومتر در ساعت. این آتش سوزی های تعمدی و با عاملیت افراد وابسته به سپاه پاسداران است. دلیل وزش بادهای سنگینی که از سمت سانتا آنا در حال وزیدن هست با سرعت 100 مایل در ساعت یا 170 کیلومتر در ساعت. نشانه‌هایی دارم از اینکه سپاه دست داره در این آتش سوزی ها. گاهی وقتا ممکن هست که خود اون باد با مثلا زدن به یک تیر چراغ برق یا مثلا ایجاد یک اختلالی عامل آتش سوزی هم بشه. آنچه که در استان کردستان در ایران در حال روی دادن هست یک فاجعه محیط زیستیه که مسئولش قطعاً سیستم حکومت و سپاه پاسداران. دلیل آن ترکیبی از شرایط خشک و وزش بادهای محلی بود و در عین حال کم بودن رطوبت باعث شده که آتش به سرعت در مناطق مختلف شهر لس آنجلس در حال پیشرفت است. هلیکوپترهای متعلق به سپاه پاسداران به شکل نمایشی به پرواز درآمده و هیچگونه هماهنگی عملیاتی با تیم‌های اطفاء حریق مردمی بر روی زمین در حرکات آنها دیده نمی‌شود. پرواز آنها بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد. هلیکوپترهای سپاه پاسداران آب را در محل‌هایی می‌پاشند که آتشی وجود ندارد. شما ببینید که در 3 روز گذشته این کنشگران و مردم محلی بودند که با کمترین امکانات ممکن به اصطلاح به مواجهه این آتش رفتن. تا الان قانونی، مراکز مشخص و روشنی برای اطفاء حریق، نقشه راهی برای اینکه در کجاها آتش سوزی به شکل فصلی اتفاق میفته، کاری که همه دنیا برای حفاظت از مناطق جنگلیشون معمولا انجام میدن. انتقادات زیادی هم از دیر رسیدن ماشین‌های آمبولانس و آتش نشانی شده. ما در جمهوری اسلامی متاسفانه ساختاری داریم که فقط واکنشی عمل میکنه، یعنی وقتی آتش سوزی اتفاق میفته میخواهند با هر راه ممکن که شده جلو آتش و گسترشش رو بگیرن، اما این کافی نیست. اگر مردم برای فرزندان خودشون نگران هستن، یک باید میزان آگاهی‌هاشون درباره سرنوشت کشور بیشتر بشه و در عین حال بدونن که اینکه سکوت بکنن و در مقابل این ساختار تن بدن به آن چیزی که داره پیش میاد، وضعیت رو برای خودشون و فرزندانشون غیر قابل زیست خواهد کرد. باید نگران جان فرزندانشون باشن، چون این ساختار هیچ نگرانی نداره بابت از دست رفتن جان مردم. برای مهار آتش سوزی پول ندارن که الان آتش سوزی ها رو نمیتونید مهار بکنید. ای خدا بدبخت من الان به این خشن مخارک چی بگم دقیقاً؟ شما باید پوزه ببندی، پوزه بند ببند که دیگه اصلا حرف نداری، چون حرف میزنی بوی بد ساطع میشه.